یه پوست خوب باید مراحلی رو طی کنید که پوستتون همیشه شاداب و جوان بمونه. مرحله اول شوینده هست. شستشوی 2 مرحله‌ای. ابتدا پوستتون رو پاک میکنید و با شوینده پوستتون رو شستشو میدید. بعد از شستشو از تونر استفاده میکنید. تونر pH پوستتون رو تنظیم میکنه، خیلی مهمه. بعد از اینکه تونر زد، آبرسان استفاده میکنیم. آبرسان پوست رو از دهیدراتگی بیرون میاره، آبدار میکنه. بعد از آبرسان بهش زمان میدیم تا آبرسان جذب پوستمون بشه و از مرطوب کننده استفاده میکنیم. مرطوب کننده ای که مناسب جنس پوستمون باشه، حالا چه خشک چه چرب، باید حتما مناسب جنس و نوع پوستمون باشه. بعد از این افرادی که میخوان جهت رفع چین و چروک و پیری زودرس جلوگیری کنن، از کرم های شب استفاده میکنن. و بعد دور چشم خیلی مهمه، دوستان دقت کنید، پوست اطراف چشم نسبت به جاهای دیگه صورت زودتر دچار پیری زودرس و چین و چروک میشه. از دور چشم حتما شبها استفاده بکنید و بعد از اینها در طی روز هر 2 ساعت 1 بار از ضد آفتاب استفاده کنید که من بهتون بهترین ضد آفتاب دنیا رو پیشنهاد میکنم، ضد آفتاب فوراور.